یک مشکل بزرگ و عجیبی به شدت داره زیاد میشه که هیچکس اون رو مشکل نمیبینه. بذارین با یک مثال قابل لمسش کنم براتون. شما بدون اینکه یک ویدیوی یوتیوب یا گوشی دستتون باشه نمیتونین غذا بخورین. شما حتما بعد یک ویدیو ببینین و باهاش غذا بخورین. شما بدون گوشیتون نمیتونین برین دستشویی، حتما باید گوشیتون دستتون باشه. شما و ما بدون اینکه گوشی دستمون باشه و هندزفری تو گوشمون باشه نمیتونیم توی مترو بشینیم. همیشه داریم یه کاری رو انجام میدیم، باید گوشی دستمون باشه، باید هندزفری تو گوشمون باشه. اون آهنگو 10 بار گوش کردید یا تو طول روز حالت داره به هم میخوره، نه گوش بده. چرا؟ چون زندگی رو دور تنده، چون شاید بقیه دارن جلو میافتن. در طول روز بیشترین تایمی که روی هم ما یک جا میشینیم و هیچ کار نمیکنیم به 5 دقیقه هم نمیرسه، به 5 دقیقه هم نمیرسه. همش داریم یه کاری میکنیم. من اسم این رو گذاشتم اوور استیمیولیتینگ یا بیش از حد پیچیده کردن. و این بیش از حد پیچیده کردن داره زندگی ما رو نابود میکنه. بذارین باز یک مثال دیگه براتون بزنم. شما برای راه اندازی یک بیزنس آنلاین فقط به 2 تا چیز نیاز دارید. فقط به 2 تا چیز نیاز دارید: اسکیل، مهارت و عمل. ولی به دلیل اطلاعات بیش از حدی که دور و برمونه، به دلیل اطلاعاتی که بیش از حدی که توی اون گوشی موبایله، تو اون کار رو استارت نمیزنی. به خاطر اینکه توی اون فیلد کاری که داری استارت میزنی، یک نفر رو سرچ میکنی، یک قول میاد بالا، یه هیولا میاد بالا که یک تیم عظیم و جسته شاید تولید محتوا داره برای خودش و تو هیچی نداری و میفتی توی چرخه کمالگرایی بیش از حد به خاطر اون اطلاعات بیش از حد و اون کار رو انجام نمیدی. تا من اگر اون رو داشته باشم کارمو شروع میکنم. اونو بهت میدن، نه. بعد اینم داشته باشم تا بتونم شروع کنم. اینم بهت میدن، نه. کافی نیست. اینم بعد داشته باشم تا بتونم. و واقعا شما نیاز به هیچ کدوم اینا نداری. شما برای استارت زدن یک بیزینس آنلاین فقط نیاز به مهارت و عمل داری. هیچ کدوم. در واقع ما به اطلاعات بیشتری نیاز نداریم. ما به اطلاعات کمتر نیاز داریم. حتی همین ویدیو اگر به شاخه سلف ایمپروومنت و توسعه فردی واقعا علاقه‌مندی، دیدن یک ویدیوی توسعه فردی مثل همین ویدیو یا هر ویدیوی دیگه که تو سوشال مدیا نگاه میکنی، از لحاظ سیستم عصبی و فیزیولوژیکی شما هیچ ربطی واقعا به انجام کاری که زندگیت رو بهبود ببخشه یا زندگیت رو توسعه بده نداره. در واقع توی تضادن با هم. ویدیوی توسعه فردی که شما داری نگاه میکنی هیچ ربطی به توسعه زندگیت نداره. پس تو نیاز به اطلاعات بیشتری نداری. اطلاعات بیش از حد هست، همین الان داری. نیاز به عمل داری. و در واقع این سیستم برنامه ریزی شده برای اینکه ما کاری رو انجام ندیم. گوشی تو باز میکنی، میخوای بری باشگاه، یه بدن میبینی پشمات میریزه. توی فیلد کاری که داری کار میکنی گوشی تو باز میکنی، میری تو اینستا سرچ میکنی، اون یه پروژه میبینی که تو فکرت هم نمیگنجه. بعد تو میگی من میخوام این کارو شروع کنم و شروع نمیکنی. و این سیستم برنامه ریزی شده برای اینکه تو این کار رو شروع نکنی. و حالا این همه خبر بد بود، یه خبر خیلی خوب دارم. یه خبری که همه خبرهای بد رو میشوره و میبره. اینه که تو خودت میتونی خودتو از این چرخه استیمیولیتینگ یا بیش از حد پیچیده کردن و همه چی بکشی بیرون. و میدونی جدا شدن از این چرخه مثل چی میمونه؟ یه گله گوسفند رو تصور کن که رفتن لب پرتگاه. چرا؟ چوپانشون بردتشون لب پرتگاه. چرا؟ اگر یک گوسفند به هر دلیلی از پرتگاه بپره و یکی دیگه پشت سرش بپره، به احتمال خیلی زیاد تمام گله از پرتگاه میپرن پایین. ولی تو خودتو از اون گله جدا کردی. تو داری اون گله رو نگاه میکنی که میپرن پایین. اون گله میپره پایین ولی تو داری نگاه میکنی. ولی تو نمیپری. اون گله یه لباس رو میپوشه ولی تو اون لباس رو نمیپوشی. اون گله یه چالش رو میره ولی تو اون چالش رو نمیری. اون گله یه کاری رو میکنه ولی تو اون کار رو نمیکنی. تو خودتو از گله جدا کردی و داری گله رو نگاه میکنی. فرق بین این 1% که همه جا میشنوین و 99% افرادی که میشنوین تو چیه؟ تو پول در آوردن بیشتره؟ نه، ما خیلی مردم پولدار داریم. تو قدرت بیشتره؟ نه، ما خیلی آدمایی با قدرت داریم که هنوز بردن. بحث توی اینا نیست. بحث اینه که اون 1% خودشون رو از گله جدا کردن. تو
میتونی خودت این کار رو بکنی. تو میتونی خودت رو از گله بکشی بیرون بدون اینکه 1% پولی که تو جیبته، دارایی که داری مهم باشه، ولی تو میشه جزو اون 1%. و بچه‌ها من بعد از 4 سال سرچ توی حوزه سلف ایمپروومنت، توسعه فردی، سلف نالج، خودشناسی، سمینارهای استاد مظفر مومنی، سمینارهای باب پروکتور، کتاب Your Unconscious Mind، بعد از زیرورو کردن تمام ویدیوهای یوتیوب و کتابایی که خوندم، به یک رودمپی رسیدم که تو میتونی بهترین بهره‌وری و پروداکتیویتی رو از خودت داشته باشی و خودت رو از این گله جدا کنی. در واقع تو با این رودمپ میتونی پتانسیل انسانی خودت رو دریاری، بهش دست پیدا کنی و میتونی خودت رو از گله جدا کنی و بهترین بهره‌وری و پروداکتیویتی و بیشترین پروداکتیویتی خودت رو از خودت داشته باشی. و من برای این رودمپ یه پلیلیست درست کردم. خیلی پلیلیست مهمیه توی چنل من. نمیدونستم الان بعد رکوردش کنم یا نه، ولی دیدم واقعا لازمه. این پلیلیست رودمپ جدا شدن از گله است. رودمپ بیشترین پروداکتیویتی شما از خودتونه که اولین قسمتش اوورستیمولیتینگ یا بیش از حد پیچیده کردن همه چیه. قسمت دوم قدرت توجه و قدرت فوکوسه که ارتباط کاملا مستقیمی با این اپیزود داره. ارتباط کاملا مستقیم با بیش از حد پیچیده کردن همه چی داره. بهتون میگم حالا چرا. و خیلی مبحث جذابیه. یعنی من وقتی در موردش خوندم، وقتی در موردش اطلاعات کسب کردم، عاشق این مبحث شدم، عاشق قدرت فوکوس و قدرت توجه شدم. و اپیزود سوم رو بهتون نمیگم چیه، خودتون صبر کنین نگاه کنین، چون راه حل آخر و نهایی توی اون اپیزوده. و فرق این چنل و فرق این ویدیو اینه که این حرفایی که دارم میزنم حرف نیست، روانشناسی زرد نیستش. قراره تو زندگیتون ببینین. چرا؟ چون من تو زندگی میدیدم. این حرفا کاربردیه و شما میتونین تغییر رو توی زندگی خودتون ببینین. پس دیدیم که بیش از حد پیچیده کردن همه چی زندگی رو گذاشته رو دور تند و این چرخه سریع و این بیش از حد پیچیده کردن و همیشه در حال انجام یک کاری بودن بزرگترین قدرت ما رو از ما گرفته که باید میگرفت. یعنی برنامه ریزی شده بود برای اینکه این قدرت رو از ما بگیرن و گرفتن. چون من ذهن خلاقی دارم، چون تو ذهن خلاقی داری، چون ماها مخصوصا ایرانی‌ها ذهنای عجیب غریب بزرگی داریم و برای همینه به نظر من تو بدترین شرایط ممکن داریم زندگی میکنیم. ولی تو میتونی خودتو از این گله جدا کنی و اینا قدرت بزرگی رو از تو گرفتن به اسم قدرت توجهت. تو دیگه نمیتونی رو هیچ چیز فوکوس کنی. توی اپیزود بعدی بهت میگم که چرا فوکوس کردن مهمه و چرا توجه مهمه. خیلی براش هیجان دارم. منتظر اون ویدیو باشی و نظراتتون رو بچه بگین. دمتون گرم. من ویدیوی دیسیپلین که گذاشتم چنل جامپ زد و واقعا ویوهاش برام مهم نبود. برای من اون کامنت هایی بود که گذاشتین. واقعا ازتون ممنونم. کامنت هایی به شدت خفن و با سطح آگاهی عجیب غریب بالایی گذاشته بودین و واقعا کیف کردم که یه همچین کامیونیتی میشه ساخت، میشه توی همچین سطحی همچین حرفایی زد و مردم واقعا گوش بدن و شما فرق میکنی. تویی که داری این ویدیو رو میبینی واقعا فرق میکنی. تویی که تا اینجا دیدی فرق میکنی. دنبال ویدیو چرت و پرت نبودی که شاید قراره یک خوشی لحظه‌ای بهت بده و دوباره برگردی به اون سایکل مریض گوشی نگاه کردن و اسکرول کردن و دوپامین چیپ و تو دنبال اون نبودی. تو روی این ویدیو کلیک کردی. پس مطمئن باش که تو فرق میکنی و حتما نظرتو بذار. انتقادی هر چی دارین بگین بچه‌ها. من همشو میخونم، تا حد امکان همش رو هم پاسخ میدم، همش رو هم جواب میدم. و آیدی اینستاگرام منم میاد بالا، حتما فالو کنین. اونجا استوری میذارم. اگر قرار باشه با شما ویدیو بگیرم اونجا بهتون میگم، با هم ویدیو میگیریم و اون رو هم داشته باشین. و اگر خوشتون اومد و اگر از این سبک محتوا خوشتون میاد، این ویدیو رو شیر کنین. بزرگترین کمک که میتونین به من بکنین که ویدیو رو شیر کنین و برسونین به دست رفیقاتون، برسونین کسی که واقعا نیاز داره این حرفا رو بشنوه. ممنون که نگاه کردید.